سودو که کردیم نصیب دست خیلی دخترکم من هم خیلی لیمون خریدم که همونجا بعد نصیب دست خیلی اویلم خیلی شنوک شدیم خیلی شنوک شدیم یاد 10 هفته اومد رفت معقول که ما عاشق شدیم خیلی همون خیلی گپ زنون که یک روز دو روز یک ماه دوام کرد او اومده است ینگم گفته است که من باید ایره بگیرم نه ازش دیدم میگیرمش. هر یکی شما از این گیاه در خونه‌تان باید داشته باشید. تا آخری ویدیو تماشا کنید حاضر همه‌اش را میفهمونم. برادرایی که یزوه ژلودکه دارید، گستری دارید، یزوه 12 انگشته دارید، حل کردن برای شما مشکل بسیار تنقیسی میکشید، راه حل این مشکلی ها را به شما شرکت شفافرما پیشنهاد میکند. مرحمت ژلودک تازه از گیاهای طبیعی 100% کفالت دارد در صفتش. علاوه بر این با خواندن آیات‌های قرآن کریم تیار شده است. برادرایی که میخواهند ژلودی که خود را زکات کنند در واتساپ ما نویسند. برادرایی که واتساپ ما رو ندارند در کامنتر در اومده پیلوس مانند خود حاضر من به شما واتساپ خود را روان میکنم. پدر من زینکوفسکی والری واسیلویچ سال 48 تولد شده است در شهر اوسکامینگورسک. مادرم سال تولدش 50 زینکوفسکا والنتینا استیپانونا در завод металлург کار کردند. خودم سال 77 تولد شدم. مکتب میانه را تیار کردم. در اویلمو 2 فرزندیم. 3 سال تکنیکوم خوندم، 1 سال کار کردم. دیگه چی را رس کردن میتالورگا. لیمون داشتیم هم لیمونای خودم با دهخانی ها را گرفتیم طرفای قزاقستان بردیم. سودو که کردیم نصیب دست خیلی دخترکم من هم خیلی لیمون خریدم که همونجا بعد نصیب دست خیلی اویلم خیلی شنوک شدیم خیلی شنوک شدیم یاد 10 هفته اومد رفت. معقول که ما عاشق شدیم خیلی همون خیلی گپ زنون که یک روز دو روز یک ماه دوام کرد. او اومده است ینگم گفته است که من باید ایره بگیرم نه ازش دیدم میگیرمش. وقتی اویلم ای دنیا گذشت سر فرزند بعد دخترچه کلونیم 4 ساله بوده دیم گشت 2.5 ساله. خیلی با او جمعونم فهموندم گفتم که 2 تا فرزند دارم خیلی که مقصد روزی باشی همی خیلی نه گفت من روزی هم مقصد من نزدیدم. پدر مادر ما گفتم که همی مرده که ناز میبینم شوخر مینم. خیلی اول روزی نبودن بعد روزی شدن. و بعد همی اوچش روزگی نکرد. پیش یکم رفت پیش ینگم مادر خطی گپ زده. خیلی مصلحت کم. پدر مادرم اولش روزی نبودن. خیلی بوم تا کتی روزی شدن. با من گسیل میکردن در پویز خطی شو سوار شدیم تا الماتو را. الماتو خطی اتوبوس به تاشکند اومدیم. تاشکند اتوبوس به دوشنبه رفته. در اتوبوس خطی اومدیم به امی کمسانگی را. نصیب دست اومده در خونه هم ناز قبول میکردم. پدر مادر خوب داشت. نازمون دیدن. اول مادر دید گریه کرد خرسندی کرد رنگ فرد در لوق پری همی چی خدمه پوشوندنش اومده میجا خیلی توی که خرسندی پدر مادر خطی روزی شدن. همه کشلاک اومدن تماشا خیلی اومدن نکاح میکنن.
در همین مابین 2.5-3 مونده همین توشگیر گویا 80-85% ایخت با خیلی اساستا در خیلی نومبندی و چی را چی نه یادش داد اساستا کمپیر اقدار همش کلا مدرم نشونش داد دیگه همون وقت تا مردن شد خدمت شو کردک ده خیلی خمیرکنی را نشون داد نه سوز اول به نمکیم خیلی اساستا یاد گرفتیم خمیر کردیم نون بستیم با فرمون همی قدیسی بگم سمی کنیم با خوب میشه و با خودش اینا میره و پخته کنیم پخته را کلان مینه یا که پولیزی مینیم تو شنوندن تو هم پختن شد مهنت مینه قدیمون 1 هکتار زمین داریم همی دسته هم ده هر مونه ده کس ده هر ماه هم خیلی گندم میکوریم با چنین روزگارمو با میبینیم که اگه زورمو برسه خیلی پولیزی مینیم با مکای دون مینیم اگر که کمتر ساز باشه با بسیارتر مینیم این پولیزی را خیلی فرزنده را هر دیمو نگاه کیم کلوم کیم وقتی که ما دخترچه‌مو توی کردیم هم مادرش همه اولم هم کرپه و کرپچه و تکسری و همش دستی خودش دختگی اینه همسایه‌ام هم تویشه و یگون توی کنن دختراش و همین دستی کرپه میارن همین میدوزه شو مقصد ای دستش همه هنر و مختگی زبان نمیدونستم تا نگاه میکنه میگفتن ایش و ایش خیلی 2-3 بچه دخترچه فرزندور شده خیلی بچه کلمه توی کردیم دخترچه را دتش توی کردیم یا که یه بچه که یا صنفی 3 میخونه از یکی بگیم بچه هم یکتر بچه هم کلونیم اولاد داره صاحب یک فرزنده دیمگیم بچم در روسیه کار مینه ده دختر شوهر دادم دخترچه کلونیم ده دخترچه داره وقتی آوردم فرزنده خود مرا رنگ مادر نگاه کرد تو وقتی توی کنی را داد همه خودش حسابه که تویشو کرد با همش خیلی مردم هم خیلی و چو رسم شد تویشو کرده دخترچه هم خرسندن تا زیر مقصد ای مادر شو حس نمیکنن که مادر نداره تو حوزی اوچه میگن حرمت مینا های دخترها را همون یعنی نشون دادن یاردم کنه توی کیمه دوختن همش دوختن خودم یاد گرفتم تا وقتی پدر مادر بودن رنگ فرزند خود دوستش میدادن هم پدر ما خودش آدم خوب که بد همی هر کلمه و سخنه را همی خیلی خودمون گم میزنیم یکون گم میزد یکون کلمه را خطا میکرد میگفت که خیلی دخترم همین نوتوری تره مقصد همین حرف همین خیلی بگود بود لحجهش توری میشه و که اینجا کمتر نوتوری گپ زدیم با میخندن 10 هفته زبان یاد گرفتم خیلی آدمای خوبه حتی مادرم رنگ فرزند دوستش می داشت
خیلی میگفت دخترامای مقصد هم یکم باری را خفه نکنی مقصد نرنجونش که مسافر های اما وقت هم حرمتش میکنن همین قشلوق هم نازش میبینن هم سوی هم کدمویش میبینن پای مرین میگن قچوقش مینن حرمتش مینن می همسایه توی میشوند مانی دسترخون میکنیم پختی پز مینیم میریم میشینیم های رفت اومد داریم مانی فیرود مینیم توی مینیم میویند میشینند در کسلی و بیماری مانی میریم وانی میویند خبر مو میگیرند مانی میریم خبر میگیریم هیچ کنه میگه که من ای او وطن گا اومدم چیکم هم واری چیکاتی قبول میکنه رفت اومده همسایه خوب دارم همسایه دوست میدارن اینا توی میشود در توی با میره کلچور هم میبنده خبرش مینن میره و میبنده اینه خشت برنده همه چپوتی و کلچر هم خودش میبنده اومدیم شوهرم گفت خیلی نه سر لباس میپوشیم و نیتا چی داریم خیلی قبول کردیم لباس ملی پوشیدیم خیلی فورت گفت میبرمت خیلی محکولم شید آدمای خوب دیگه در اینجا ایستادم کار یاد گرفتم که میگفتن که مقصدی نمیسته میره و چی نمیکنه در اینجا ایستاده نمیتونه نیک شگری خدا در همش مقصد روزی که بد ایستاد همه هنر آموخت با اوجا میمونی رفتیم فرزند کلونیم در اوجا تولد شد یک نیم سالگه در کازاخستان زندگی کردیم دیگه اومدیم همیجا زندگی را دوام دادیم 4 فرزند دیگه در اینجا تولد شد 2 3 بار من رفتم دیگه خیلی بچه ها کلون شدن چون میرفتن خطی بچه ها با میرفتن 15 روز 20 روز میستن با اوجا خطی هم فرزندش می اومدن 2 سال بعد تویمو مادرم اومد با این خسر بچه هم اومد زنش خطی اومد این 3 بار چطور من اومد خیلی هم محکول کس همیجا خیلی میمونیش کردیم محکول کس 20 روز ایستادن همی 20 روز یکم روز بیچی نه به هر روز دم خشت بر شگر بسیار هر روز دم مهمونی بگو شلپر شده اقلم یه روز دم گیریم میگو دموی خیلی نیست امی مهمونی جهکم باید بره با بعد اومدن ینگم اکام خیلی پدرم نصیب نبود از دنیا گذشت اینجا را ندید 2 سال پس 3 سال بعد خشتبار ما خبرگیری میرم خیلی یه ماده میستم با میگردم میام مادرم اکا ینگم خطی موندگیه اینجا آموخته شدم دیگه اوجا محکولم نیست وقتی میرم وطنم خیلی میستم یا 10 روز میستم با مادرم میگم میرم منم محکول دموجا وطن شده فرزندام دموجا شوهرم اموجا من امو دیگه امو تاجیکستان وطن من محکول مایم این آش مینه آش بهترین شوربه مینه با ما اوقاتای خچوه با دایی قطعی شیمو هم خوش مینه با بهد و مزه میکنه های همه خوراکا را پخته میتونم همه را یاد گرفتم آش شوربه همه منتو همه خوراکا را یاد گرفتم وقتی که نصیب دست اومدیم با من همی عالم گفتم که با نگوی مقصد من ترا مجبور آوردم یا که من ترا
چی میکنیم اگر که روزی نباشیم مقصد میگردیم میریم. این زندگی حیات مقصد مجبوری نیست. من هر یک ششتگی و خستگی میگفتمش که تو عذاب کشی. مقصد من در چی در کار گناه در کلای من مقصد میگفتم که روزی نباشی به خدا میریم میبرم. نه میگو من همین 100% روزیم. توجیکستان دوست میدارم. وطن خوب، آدمای خوب، محکولم شده. در زندگی را دوام میتیم. پدر مادرم به خدا پدرم در همه گریه میکرد برای که این خدا داد همه انسان خوب. مقصد من همه ندیدم در جدای دخترای خدا. بازی همه اپا میبینن همه فقط دعاش میتین که میگه قیدت پدر مادر ما تو خدمت که ما نکیم همون کاره. تو منم دعا دادن خدمت شکم، نگاه شکم. هر دیش در روز 3 روز ایش گذشته سای دنیا 3 روز بعد خشتمانم گذشت. در 3 ویگای خسرم خشتمانم گذشت. پدر مادرم خرسان تو مردنش و خرسان بدهیده دعا میدادش فقط. های نقشه دارم که خطی شوهرم برم وطنم، مادرم نگاه کنم. مادرم سالش رفتگی اگر روزی شوه بیارم همیجا نگاهش کنم. خطی نویرو دعا شب گیرم. من همه شکر خدایم انتخاب همسر ما کردگی میندارم هزار بار که خدمت های فرزند پدر مادر ما کردگی 100,000 بار من میندارم همه اویلم. فرزندم هم غیرگی را به خدا حس نکردن. هم خیلی مادر خود شو کلان شو کرده است. به حد فرزندم خرسندم. توجیکستان ما محکول شدم اینجا سر لباس همه آدما و توی آرزو دارم که همه وقت وطن تنج باشه. خیلی فرزندامو کلون شوند، زندگی را با دوام تیانه نویره و همه آباد باشن. نصیب دست بسیاری وقت میپرسم میگه 100% وقتی هست من راضیم از زندگی. توجیکستان رنگی همه جون دوست میدارم میگه. مقصد بمینه توجیکستان ای وطنم اوست میگم وکله نمیگیرم.